من تا رج 19 هم ساده بافی کردم و کارم رو توی همه جهت ها الیاف گذاری کردم و شکل بافتم این شکلی شد. حالا رج 20 رو شروع میکنیم و توی این رج 8 تا پایه اول رو باید ساده بافی کنیم. توی رج 20 باید دستای عروسکمون رو متصل کنیم و الان بعد از اینکه 8 تا پایه بافتیم باید اولین دست عروسکمون رو اینجا متصل کنیم. اتصالش هم اینجوریه که دست رو توی جهت مناسب، یعنی اینجوری میذاریم کنار بدن. ببین دست باید اینجوری قرار بگیره کنار بدن عروسکتون، یعنی اینجوری نباید باشه. ببین این سمتی که پهن‌تره باید رو به بدن باشه، این شکلی. و حالا باید با 3 تا پای کوتاه این دست رو به بدن متصل کنیم. نحوه اتصال دست خیلی مهمه بچه‌ها. ببینید اینجوری دست رو میذارم کنار بدن، با این انگشتم فیکسش میکنم که تکون نخوره. حالا باید با 3 تا پایه متصلش کنم. اتصالش هم اینجوریه که ببینید من این مفتول رو یکم میدمش این طرف که راحت تر بتونم فعلا ببافم. یه پایه میام از داخل دست عروسک میگیرم، ببینید این شکلی. حالا همزمان میام پایه بعدی رو روی بدن عروسکم میگیرم. مواظب باشین که اینجا پایه‌ای جا نندازین. این شکلی. و یه دونه پای کوتاه میبافم. این کار رو باید 3 بار انجام بدیم که یک بارش رو انجام دادیم، 2 بار دیگه باقی میمونه. میرم روی دومین پایه، همزمان دومین پایه از روی بدن عروسکم و یه دونه پای کوتاه میبافم. و برای آخرین بار دوباره این کار رو تکرار میکنم. ببینید این دست توی جهت درستی فعلا متصل شده به بدن. حالا میرم روی بدن و ادامه بافتم و انجام میدم تا برسم به محل اتصال دست بعدی. اینجا باید 12 تا پای کوتاه روی بدن عروسکم ببافم. مواظب باشین که اینجا این پایه رو جا نندازین بچه‌ها. ببینید یه پایه اینجا هست. از همینجا شروع میکنم و 12 تا پای کوتاه میبافم. دوازده تا پایه رو که ساده بافی کردم، الان باید اینجا اون یکی دست عروسکم رو متصل کنم. اتصالش دقیقا شبیه اون یکی دست عروسکمون انجام میشه. توی جهتی که اینجوری قسمت پهن دست روی بدن عروسک باشه، اینو اینجوری فیکسش میکنیم با دستمون. میتونیم من با سوزن بزنیم، فرقی نداره. حالا میایم اینجا با 3 تا پایه متصلش میکنیم به بدن. ببین من الان یه پایه روی دست عروسکم اینجا میگیرم و همزمان پایه بعدی رو روی بدن عروسکم میگیرم. حالا یه دونه پای کوتاه میبافم و میرم روی پایه بعدی. دوباره همین کار تکرار میکنم.
وقتی این یکی دست عروسکمون هم متصل کردیم، حالا تا آخر رجمون 4 تا پایه داریم که باید ساده بافی کنیم. بعد از تکمیل رج 20 شکل بدن عروسکمون این شکلی میشه. دستای عروسکمون کاملا کنار بدنش و توی جهت درستی متصل شده. مال شما هم باید دقیقا همین جوری شده باشه. میرسیم به رج 21 و 8 تا پایه اول این رج رو باید ساده بافی کنیم. وقتی 8 تا پایه ساده بافی کردیم میرسیم به دست عروسکمون و اینجا یه نکته خیلی مهمی داره بچه‌ها. ببینید توی رج آخر دست عروسک ما 8 تا پایه کوتاه داشتیم اگه یادتون باشه که 3 تاشو الان وصل کردیم به بدن و اینجا باید 5 تا پایه باقی مونده باشه. حالا کاری که توی این رج می‌کنیم اینه که اینجای دست عروسکمون یعنی روی لبه بیرونی باید این 5 تا پایه رو ساده بافی کنیم. پس توی رج آخر دست عروسکمون ما 8 تا پایه داشتیم که 3 تاشو توی رج قبلی متصل کردیم به بدن و الان دیگه با اون 3 تا کاری نداریم. باید این 5 تا رو از بیرون ساده بافی کنیم. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم اینجا بهتون میگم. ببین بچه من اینجا 5 تا پایه رو ساده بافی کردم. یه حلقه اینجا میبینم که این پایه نیست دیگه. توی این نباید ببافم. اما وقتی میخوام بیام حالا روی بدن عروسکم ببافم اینجا یه فاصله زیادی میفته. پس برای اینکه اینجا یه فاصله نیفته اینو به حالت کاهش دادن میبافم. الان باید وقتی 5 تا پایه رو اینجا ساده بافی کردیم بریم روی بدن عروسکمون و 12 تا پایه روی بدن ساده بافی کنیم. اما از اونجایی که اینجا این حلقه پایه حساب نمیشه و اصلا توی بافتمون شمرده نمیشه، پس من اینو میگیرم و به حالت کاهش دادن اولین پایه روی بدن عروسکمو میبافم. این باعث میشه که وقتی این حلقه رو میگیرم باعث میشه که اینجا سوراخ نیفته و بافتم خیلی تمیزتر بشه. شما میتونید این کار رو انجام ندین، بافتتون رو همینجوری معمولی انجام بدین و وقتی که اینجای دست عروسکتون سوراخ افتاد با نخ و سوزن بدوزیدش. اما این کار دیگه خیلی راحت تره. روی بدن عروسکم باید 12 تا پایه میبافتم تا برسم به این یکی دست که اولیشو بافتم و 11 تا دیگه باقی میمونه. 11 تا دیگه رو میبافم و میرم سراغ اون یکی دستش. دوباره اگه به اینجا نگاه کنید آخرین پایه یعنی 12مین پایه‌ای که باید ببافم این پایه است و در واقع این پایه رو دیگه ما نیاز نیست ببافیم چون این پایه جزء پایه‌هاییه که جزء اون 3 تا پایه‌ایه که باهاش دست عروسکمون رو وصل کردیم به بدنش و الان توی شمارشمون حساب نمیشه. اما از طرفی اگر بخوایم هم نبافیم اینجا دوباره خیلی فاصله میفته. پس من 12مین پایه رو به حالت کاهش دادن میبافم
اما در واقع از تعداد پایه های من کم نمیشه، چون دارم با یه دونه پایه اینو کاهش میدم که اصلا توی شمارش حساب نمیشه. پس اینجا من آخرین پایه رو به حالت کاهش دادن بافتم و دوباره میام روی این یکی دست عروسکم و حالا باید 5 تا پایه‌ام روی این یکی دست عروسکم ببافم. بعد از اینکه این 5 تا پایه رو بافتم، حالا تا آخر رجم 4 تا پایه باقی میمونه که باید این 4 تا پایه هم روی بدن عروسکم ساده بافی کنم. ببین اینجا از علامتم شروع میکنم به شمردن 1 2 3 و 4. پس در واقع این پایه‌ای که اینجا میبینیم جزء پایه‌هاییه که اون موقع توی رج قبلی باهاش دستو به بدن وصل کردیم و الان توی شمارشمون حساب نمیشه. پس باز دوباره میتونم اینجا رو به حالت کاهش دادن ببافم که در واقع یعنی از تعداد پایه هام کم نمیشه، اما باعث میشه که این فضای خالی اینجا پر بشه. پس میام روی این پایه و اولین پایه رو به حالت کاهش دادن میبافم. حالا 3 تا پایه بعدی و همینجوری معمولی روی بدن عروسکم میبافم. ببین بچه ها اینجوری رج 21 تکمیل میشه و دستای عروسکم کامل به بدنش متصل میشه. با این روشی که بهتون آموزش دادم دیگه وسط دستا و بین دست و بدن اصلا فضای خالی نداریم و خیلی تمیزتر از حالت معمولی میشه اتصالمون. و با توضیحاتی هم که بهتون دادم متوجه شدین دیگه اینجوری از تعداد پایه های ما در واقع کم نمیشه. فقط بافتمون ژورنالی تر و جمع‌تر بافته میشه و باعث میشه که فضای خالی اینجا نداشته باشیم. رج 21 که تکمیل بشه پایه هامون میرسه به 34 تا پایه. حالا میریم این دوتا مفتول دست عروسکمون رو میپیچیم دور این مفتول اصلی و برمیگردیم برای بافت رج 22. ببین بچه ها من مفتول دستا رو پیچیدم دور مفتول اصلی و حالا میرم برای بافت رج 22. توی رج قبلی پایه هامون رسید به 34 تا پایه و توی این رج باید همین 34 تا پایه رو ساده بافی کنید.
بچه بعد از پایان رج 22 حتما باید کارمون رو الیاف گذاری کنیم. مخصوصا اینجاهای دست عروسکمون حتما باید الیاف وارد کنیم، چون الان ببینید اصلا فرم قشنگی نداره. اینجا کاملا خالیه. پس اول دستا رو الیاف گذاری میکنیم و بعدم توی بدن عروسکمون رو. ببین من انبرم رو تا اینجاها فرو میکنم، چون تا اینجاهای دست عروسکم تقریبا خالیه. سعی میکنم دور تا دور مفتولم رو الیاف گذاری کنم. بعد از اینکه دست عروسکم پر شد، اولویت با اینجاست. ببینید اینجا اگر خالی باشه فرم بدن عروسکم قشنگ نمیشه اصلا. الان اینجا کاملا خالیه، پس اینجا رو کامل پر میکنم. ببینید اینجا کاملا الان مشخصه که خالیه. اینجا باید کامل پر بشه با الیاف. بعد از اینکه این طرف الیاف گذاری کردم، این طرفم دقیقا همین کار رو تکرار میکنم. یعنی اول دست عروسکم رو کامل پر میکنم و بعد اینجا و پهلوها رو پر میکنم. در آخرم جلو و عقب بدنش رو کامل پر میکنم و برمیگردم برای ادامه بافت. بعد از پایان الیاف گذاری میریم سراغ رج 23 و 10 تا پایه اول این رج رو ساده بافی میکنیم. وقتی 10 تا پایه ساده بافی کردیم، الان باید یه پایه کاهش بدیم. حالا 14 تا پایه ساده بافی میکنیم و بعد دوباره یه پایه کاهش میدیم. ببین من 14 تا پایه ساده بافی کردم. اینجا دوباره یه بار کاهش میدم. حالا تا آخر رجم 6 تا پایه دارم که باید ساده بافی کنم.
پایان رجمون رو علامت میزنیم و میریم برای بافت رج 24م. توی رج 24م باید 5 تا پایه اول رو ساده بافی کنیم. حالا یه پایه کاهش میدیم و بعدش 4 تا پایه ساده بافی میکنیم. چهار تا پایه که ساده بافی کردیم دوباره باید یه پایه کاهش بدیم اینجا. و حالا از اینجا 8 تا پایه ساده بافی میکنیم. به اینجا که میرسیم دوباره یه پایه کاهش میدیم. و الان باید 4 تا پایه دوباره ساده بافی کنیم. و باز دوباره یه پایه کاهش میدیم. حالا 3 تا پایه تا علامتمون باقی مونده که باید ساده بافی کنیم. ببین بچه‌ها پایان رج 24م شونه های عروسکمون کم کم داره جمع میشه. از اینجا به بعد هر رجی که میبافین حتما الیاف گذاری کنید چون اینجا میره به سمت جمع شدن و اگه الیاف گذاری نکنید بعد فرم وای میسه. ببین همین الان چقدر اینجا خالیه و معلومه که این قسمت دیگه الیاف نداره. پس حتما الیاف گذاری کنید و برگردین برای ادامه بافت. بعد از الیاف گذاری شکل بافتمون این شکلی میشه. حالا بافت رج 25 رو شروع میکنیم و 5 تا پایه اول این رج رو ساده بافی میکنیم. بعد از اینکه 5 تا پایه ساده بافی کردیم اینجا باید یه دونه کاهش بدیم. ببین بچه‌ها بعد از کاهشمون باید اینجا دوباره یه کاهش دیگه بدیم اما این سری کاهشمون با همیشه فرق داره. اینجا ما باید 3 تا پایه رو با هم دیگه یکی کنیم به جای اینکه 2 تا پایه رو یکی کنیم. ببین من حلقه داخلی اولی رو میگیرم، همزمان حلقه داخلی دومی هم میگیرم و همزمان حلقه داخلی سومی هم میگیرم. این شکلی توی این کاهش 3 تا پایه با هم دیگه یکی میشن. این کاهش رو یه مقدار سفت‌تر انجام بدین که اینجا سوراخ ایجاد نشه. حالا بعد از این یه دونه کاهش معمولی میدیم. از اینجا بعد 7 تا پایه کوتاه ساده بافی کنیم. باز دوباره اینجا یه کاهش معمولی میدیم.
و حالا باید 3 تا پایه رو با هم دیگه یکی کنیم، دقیقا مثل اون طرف. حالا دوباره یه کاهش معمولی میدیم. ببین تا علامتمون 2 تا پایه باقی میمونه که 2 تا پایه تکی اینجا میبافیم. پایان رجه 25 باز دوباره اینجاها رو الیاف گذاری میکنیم و برمیگردیم. بعد از الیاف گذاری این قسمت ها میریم سراغ بافت رجه 26 و 4 تا پایه اول رج ساده بافی میکنیم. حالا باید 2 بار پشت سر هم کاهش بدیم. و الان 6 تا پایه ساده بافی میکنیم. حالا دوباره 2 بار پشت سر هم کاهش میدیم. و در آخرم تا پایان رجمون 2 تا پایه تکی باقی میمونه که ساده بافی میکنیم. باز دوباره اینجاها رو یه مقدار با الیاف پر میکنیم و برمیگردیم برای ادامه بافت. ببینید اینجاها کاملا خالیه. باید حسابی پر بشه و بعد بریم ادامه بافت رو انجام بدیم. بعد از الیاف گذاری میریم برای بافت رج 27 و توی این رج باید 2 تا پایه ساده بافی کنیم و بعدش 3 بار پشت سر هم کاهش بدیم و این کار رو 2 بار تکرار کنیم.
اینجا رو ببین بچه‌ها، بعد از اینکه تا رج 27 بافتیم پایه هامون میرسه به 10 تا پایه. وقتی پایه هامون رسید به 10 تا دوباره اینجاها رو الیاف گذاری میکنیم کامل و مفتولمون رو این شکلی مرتب میکنیم. حالا باید گردن عروسکمون رو ببافیم. برای بافت گردن عروسکمون از رج 28 تا رج 31 باید توی هر رج همین 10 تا پایه رو ساده بافی کنیم که واقعا نکته خاصی نداره. فقط تنها نکته‌ای که داره اینه که هر یکی دو رجی که بافتیم حتما به صورت دورانی باید الیاف گذاری کنیم و دور تا دور مفتولمون رو باید با الیاف پر کنیم. من یه رجش رو براتون میبافم که ببینید واقعا نکته خاصی نداره. پس از رج 28 تا 31 باید توی هر رج 10 تا پای کوتاه ببافیم. همین کار رو تا رج 31 ادامه بدین و برگردین. ببین بچه من گردن عروسکم رو بافتم و حالا دارم الیاف گذاری میکنم. الیاف گذاری دورانی اینجوریه که باید دور تا دور مفتولتون به یک اندازه الیاف وارد کنید. یه جوری که اگر از بالا به بافتتون نگاه کنید مفتولتون دقیقاً از وسط الیافا زده باشه بیرون. این مقدار مفتولی هم که اضافه مونده این باید وارد سر عروسکمون بشه برای استحکام بیشتر و برای اینکه کل بدن عروسکمون خوش فرم و مستحکم وایسه. پس این مقدار از مفتول حتما باید باشه و نباید کات کنید. در نهایت شکل بدن عروسکمون این شکلی میشه. برای بافت سر این عروسک اول یه حلقه جادویی دولایه میزنیم و 6 تا پای کوتاه توش میبافیم. آخر رجمون رو علامت میزنیم و توی رج دوم باید همه پایه ها رو افزایش بدیم که پایه هامون برسه به 12 تا پایه. توی رج سوم باید یکی در میون پایه ها رو افزایش بدیم که پایه هامون از 12 تا برسه به 18 پایه.
همین کار رو باید تا علامتمون یعنی تا آخر رج تکرار کنیم. حالا توی رج چهارم 2 تا پایه ساده بافی میکنیم و پایه سوم رو افزایش میدیم و این کار رو 6 بار تکرار میکنیم که پایه هامون برسه به 24 تا پایه. ببین بچه‌ها همین کار رو تا آخر رج تکرار کنید که پایه ها برسه به 24 تا. حالا توی رج پنجم 3 تا پایه میبافیم و یه بار افزایش میدیم و این کار رو 6 بار تکرار میکنیم که این بار پایه هامون برسه به 30 تا پایه. ببین بچه‌ها همین روند رو باید تا آخر رج ادامه بدیم که در نهایت 30 تا پایه داشته باشیم. پایه هامون که رسید به 30 تا آخر رج پنجم رو علامت میزنیم مثل همیشه و توی رج ششم حالا باید 4 تا پایه ببافیم و یکی افزایش بدیم. همین کارو که تا آخر رج تکرار کنیم پایه هامون میرسه به 36 پایه. تا آخر رج بافتتون رو انجام بدین و برگردین برای بافت رج بعدی. ببین بچه‌ها من پایه هام رسید به 36 تا. حالا توی رج هفتم باید 5 تا پایه ببافم و ششمی رو افزایش بدم و این کارو 6 بار تکرار کنم که در نهایت 42 تا پایه داشته باشم. همین کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم. رج هفتم و بافتم تموم شد و پایه هام رسید به 42 تا پایه. حالا علامت میزنم و میرم برای بافت رج هشتم. توی این رج باید 6 تا پایه ببافیم و پایه بعدی رو افزایش بدیم و این کار رو تکرار کنیم که پایه هامون برسه به 48 پایه. همین کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم. پایه هامون که رسید به 48 تا میایم برای بافت رج بعدی. میرسیم به رج نهم و توی این رج باید 7 تا پایه ببافیم و یه بار افزایش بدیم و این کار رو 6 بار تکرار کنیم. انتهای رج نهم باید 54 تا پایه داشته باشیم. این روند رو تا آخر رج ادامه میدیم که در نهایت پایه هامون برسه به 54 تا پایه. ببین بچه ها من رج نهم رو تکمیل کردم و پایه هام رسید به 54 تا پایه. حالا باید از رج 10 تا رج 14 توی هر رج ساده بافی کنم. یعنی اینکه توی هر رج باید فقط همین 54 تا پایه رو ببافم و کاهش و افزایش نداریم اصلا. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که آخر هر رج حتما علامت بزنید. دقیقاً شبیه کاری که تا اینجا انجام دادیم. و اینکه موقع بافتن بشمارین دونه هاتون رو که توی هر رج حتما فقط 54 تا پایه ببافین. تا رج 14 هم ساده بافی میکنیم از رج 10 تا 14 بعد برمیگردیم برای ادامه بافت سر عروسکمون. ببین بچه‌ها من تا رج 14 هم ساده بافی کردم و شکل بافتم این شکلی شد. حالا میریم برای بافت رج 15 هم. توی رج 15 هم باید اولین پایه رو کاهش بدیم. الان 7 تا پایه میبافیم و یه بار کاهش میدیم و این کار رو 2 بار تکرار میکنیم.
بعد از اینکه 2 بار تکرار کردیم الان باید 14 تا پایه ساده بافی کنیم. حالا دوباره یه پایه اینجا کاهش میدیم و دوباره 7 تا پایه میبافیم و یه بار کاهش میدیم و این کار رو 2 بار تکرار میکنیم. اینجوری رج 15 هممون تموم میشه و تعداد پایه هامون میرسه به 48 تا پایه. حالا توی رج 16 هم باید همین 48 تا پایه رو ساده بافی کنیم. پس بدون کاهش و افزایش رج 16 همو میبافیم و برمیگردیم برای ادامه بافت. من رج 16 همو بافتم و یک رج ساده بافی کردم. حالا توی رج 17 هم باید 20 تا پایه اول رج رو ساده بافی کنیم. بعد از اینکه 20 تا پایه ساده بافی کردیم حالا یه زنجیره میزنیم و یه دونه پایه اینجا رها میکنیم. ببینید پایه بعدی رو رها میکنم، یعنی توش نمیبافم و از پایه بعدی شروع میکنم و 7 تا پایه میبافم. پس اینو رها میکنم، از اینجا شروع میکنم. اینجا باز دوباره یه دونه زنجیره میزنیم و باز دوباره پایه بعدی رو رها میکنیم و حالا باید تا آخر رجمون یعنی 19 تا پایه بعدی رو ساده بافی کنیم. پس الان توی این نمیبافیم و از اینجا شروع میکنیم و تا آخر رج 19 تا پایه میبافیم. این 2 تا فضای خالی که توی این رج بافتیم، این 2 تا فضای خالی دقیقاً جایی که باید چشمای واشردار عروسکمون رو اینجا متصل کنیم. چند رج دیگه که بافتمون رو ادامه دادیم، بعد برمیگردیم روی این فضاهای خالی و چشم واشردار عروسکمون رو به اینجا وصل می‌کنیم. سر رجمون رو علامت می‌زنیم و میریم برای بافت رج 18 هم. 15 تا پایه اول این رج رو باید ساده بافی کنیم.
حالا اینجا برای اینکه لپای عروسکمون رو ببافیم باید یکی در میون پایه ها رو افزایش بدیم و این کار رو 3 بار تکرار کنیم. ببین توی این یه دونه میبافیم، توی بعدی 2 تا و این کار رو باید 3 بار تکرار کنیم. آخرین پایه‌ای که باید افزایش بدیم میرسه به این فضای خالی. ببین بچه‌ها هیچ نکته خاصی نداره. با این زنجیره‌ای که زدیم شبیه یه پایه رفتار می‌کنیم و توش 2 تا پایه کوتاه می‌بافیم. حالا باید 7 تا پایه ساده بافی کنیم. به اینجا که میرسیم یه پایه افزایش میدیم و یه دونه پایه تکی میبافیم و این کار رو 3 بار تکرار میکنیم. اولین پایه‌ای که باید افزایش بدیم دوباره این یکی فضای خالیه. قلابمون رو میبریم توی این فضای خالی و 2 تا پایه توی اینجا میبافیم. بعدی رو تکی میبافیم و 2 بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. حالا از اینجا تا آخر رجمون 14 تا پایه داریم که باید ساده بافی کنیم. اینجوری رج 18 هم تموم میشه و پایه هامون میرسه به 54 تا پایه. پایه هامون که رسید به 54 تا مثل همیشه آخر رجمون رو علامت میزنیم و حالا باید از رج 19 تا 21 همین 54 تا پایه رو توی هر رج ساده بافی کنیم. بدون اینکه کاهش یا افزایش بدیم حتما آخر رجمون رو علامت میزنیم و پایه های هر رج رو میشماریم تا رج 21 ساده بافی میکنیم و برمیگردیم برای ادامه باف. ببین بچه‌ها من تا رج 21 ساده بافی کردم و این 2 تا بخشی که افزایش داده بودم لپای عروسکم اینجوری زد بیرون. حالا میرم برای بافت رج 22. توی رج 22 باید 15 تا پایه اول رو ساده بافی کنیم. حالا یکی در میون پایه ها رو کاهش میدم و این کار رو 3 بار تکرار میکنم. ببینید توی این پایه یه دونه میبافم، بعدی رو کاهش میدم و این کار رو 3 بار تکرار میکنم. الان 7 تا پایه ساده بافی میکنم.
حالا اینجا باید یه پایه کاهش بدیم و بعدی رو تکی ببافیم و این کار رو 3 بار تکرار کنیم. ببینید من اینجا الان این پایه رو کاهش میدم و بعدی رو یه دونه پایه تکی میبافم اینجوری و این کار رو 3 بار تکرار میکنم. الان تا آخر رجم 14 تا پایه دارم که ساده بافی میکنم. تا اینجای بافتمون رو که انجام دادیم، حالا اینجا باید بریم چشمای واشردارمون رو وصل کنیم سر جایی که براش در نظر گرفتیم. چشمای واشرداری هم که برای این عروسک استفاده می‌کنیم 8 میلیمتریه. ببینید این چشم رو من از این طرف وارد این فضای خالی که اینجا داشتم می‌کنم، یا این یکی. تا آخر فشارش میدم که خوب فرو بره توی صورت عروسکم. ببین بچه‌ها این طرفش باید بزنه بیرون. حالا برای اینکه این واشر از پشت راحت وارد چشم عروسکم بشه، یه مقدار با فندک بهش حرارت میدم. ببین اینجوری خیلی راحت وارد چشم عروسکم میشه. اینو حسابی فشار بهش میدم که تا ته وارد چشم بشه. این یکی چشمم دقیقاً به همین روش متصل میکنیم و برمیگردیم. ببین بچه‌ها بعد از اینکه چشما رو متصل کردیم، شکل عروسکمون تا اینجای کار این شکلی میشه. حالا از رج بعدی باید شروع کنیم کم کم به کاهش دادن. الان توی این رج باید 6 تا پایه ببافیم و یه بار کاهش بدیم و این کارو 6 بار تکرار کنیم که پایه هامون برسه به 42 تا پایه. من یه بار براتون انجام میدم، بقیه‌شو دیگه باید خودتون طبق همین روند انجام بدین. همین روند رو تا آخر رج تکرار میکنیم و برمیگردیم برای بافت رج بعدی. پایه هامون که رسید به 42 تا، حالا توی رج بعدی 5 تا پایه میبافیم و یه بار کاهش میدیم و این کار تا آخر رج تکرار میکنیم که 36 تا پایه داشته باشیم. همین کار رو تا آخر رجمون تکرار میکنیم و برمیگردیم. پایه هامون که رسید به 36 تا، حالا یه مقداری سر عروسکمون رو الیاف گذاری میکنیم. ببین من اینجوری از وسط به الیافم فشار میارم و از سمت دیواره ها اینجوری فشرده میکنم. ببینید فشار میارم به سمت دیواره ها و الیاف رو از وسط به سمت دیواره ها فشرده میکنم توی بافتم.
ببین بچه با این روش قسمت بالایی سر عروسکمون کامل الیاف گذاری میشه، اما اینجاها هنوز خالی مونده. حالا باید این قسمت مرکز که کاملا خالیه رو پر کنیم و بعد به این اطراف هم الیاف وارد کنیم. من یه رج دیگه بافتم و ادامه میدم، بعد شروع میکنم اینجاها رو پر کردن. ببین بچه اینجاها هنوز خالیه، لپ عروسکمون، و اینجا بین چشماش هنوز خالیه. من یکی دو رج دیگه بافتم و انجام میدم، بعد شروع میکنم اینجاها رو پر کردن، چون اگه الان پر کنم یکم بافتن برام سخت میشه. اما این بخش بالایی سر عروسکم کاملا پر شده و کاملا شکل گردیشو حفظ کرده. توی این رج باید 4 تا پایه ببافم و یه بار کاهش بدم و این کار رو 6 بار تکرار کنم که پایه هام برسه به 30 تا پایه. همین روند رو تا آخر رجم تکرار میکنم. ببین بچه این رجم تکمیل شد، پایه هام رسید به 30 تا پایه. حالا میخوام این بخش پایینی صورت عروسکم رو الیاف گذاری کنم. بین 2 تا چشمش باید کاملا پر بشه و این لپاش باید برجستگیش کاملا مشخص باشه. با کمک یک انبر اینجوری الیاف وارد میکنم. بین 2 تا چشمش که کاملا خالیه باید پر بشه. حالا انبارم رو اینجوری افقی میگیرم توی دستم و لپای عروسکم رو کامل پر میکنم. یکم با پشت انبر فشار وارد میکنم که این برجستگی کامل بزنه بیرون. حالا میریم برای بافت رج بعدی و اینجا باید 3 تا پایه ببافیم و یه بار کاهش بدیم و همین روند رو تا آخر رجمون تکرار کنیم. همین کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم که پایه هامون برسه به 24 پایه. پایه هامون که رسید به 24 تا، حالا 2 تا پایه میبافیم و یه بار کاهش میدیم که پایه هامون بشه 18 تا پایه. همین کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم. حالا به عنوان آخرین رج یکی در میون پایه ها رو کاهش میدیم و این کار رو 6 بار تکرار میکنیم. اینجوری پایه هامون در انتها میرسه به 12 تا پایه. اینجا رو ببین بچه ها، وقتی پایه هام رسید به 12 تا، انتهای کارم رو گره میزنم و کات میکنم و بقیه نخو توی بافتم مخفی میکنم. بعد از اینکه رج آخر رو بافتم و کاموامو کات کردم، این چند رج آخری که بافته بودم و الیاف گذاری میکنم و این قسمت سر عروسکم رو کاملا پر میکنم. ببین من الان این کار رو انجام دادم و اینجا کاملا پر شده. الیاف گذاری من به این شکل انجام شده. یکم با دستم به سر عروسکم حالت میدم، چون سر عروسک من نباید گرد باشه، کاملا یکم باید حالت تخت داشته باشه. لپاش باید کاملا بیرون باشه و همه جاش باید با الیاف پر شده باشه. در نهایت سر عروسکمون این شکلی میشه.